اکای اومد من همه قدر کمک کردم میتوانم که حجت های پدرت رو هر چیز زودتر تیار کنیم پدر رو بمان کنیم وقت به حد کم است رحمان دکتر جان رحمان سلام باشید سلام پدر جان. سلام پسرم. اومدی پسرم؟ بله پدر جان، دکترها گفتن که شما را باید به هندوستان بریم. دیگر در اینجا امکان توبه کردن نیست. نه بچم، من دیگر قوت ندارم. من میدانم که عمرم کم مانده است. از پشت من دیگر قرضدار نشم. نمیخواهم که بعد من تو زنده به گور شوی. نمیخواهم که هر سحر با دردی قرض بیدار شوی. پول خرج نکن. خود را عذاب نده بچم. من دیگر قوت ندارم. فقط میخواهم که آرام روم. янга чеҳра бегуноҳият куҷо шуд? ё ин ки имрӯз боз ягон нақши дигар бозӣ мекунӣ вақте ки акаам биёяд? ин хона бо дасти ту вайрон мешавад. мешунавӣ? бо дасти ту. маҳина, агар гап дорӣ ором бигӯ. овози баланд оромиро дур мекунад. оромӣ? оромӣ аз вақти омадани ту мурд. мефаҳмӣ? ҳар рӯз дар ин хона доду фарёд, гирья, тиғҳол. ҳама аз баракати туи босабр шуда истодааст. сабр гуфтӣ, аммо зери ҳамин сабр садҳо найранг пинҳон аст. ман ҳеҷ найранг накардам маҳина. ҳар рӯз хомӯш мондам барои он ки модарат ором бошад. ҳар шаб ашк рехтам, на барои худ, балки барои хона. барои ҳамин хона? барои ҳамин хона будааст. ту акамро аз мо ҷудо кардӣ. зидди ҳама гардонда истодаӣ. модарамро оламдор кардӣ. ту мисли заҳре ҳастӣ ки хомӯшона дар об омехта мешавад. ҳамаро бо меҳрубонӣ заҳролуд кардӣ. ҳоло боз ман бегуноҳа мегӯӣ? ман чизе накардам маҳина. агар ман бегуноҳ набошам, худо худаш нишон медиҳад. вале агар ман ноҳақ бошам, девори ҳамин хона худ гувоҳ медиҳад ки рост буд ки дурӯғ. бас кун фалсафаро. ҳақиқатро бо суханҳои зебоят пинҳон накун. ҳақиқат ҳамин аст ки ту ҳама вақт худатро бегуноҳ нишон медиҳӣ. аммо ман хуб медонам занҳои мисли туро. аввал сабр мекунанд, баъд ҳамаро зери по мекунанд. ман ҳама чизро таҳаммул кардам маҳина, ҳатто суханҳои туро. аммо як чизро фаҳм: хомӯш будан нишонаи тарс нест, нишонаи эҳтиром аст. ман барои зиндагиам сабр мекунам, барои фарзандонам сабр мекунам, барои шавҳарам сабр мекунам ки тамоми зиндагии ман аст. ман шавҳарамро дӯст медорам ва намехоҳам ки якду гапи беарзиши ту сабаби вайроншавии зиндагиамон шавад.
تو هم به وقت خودت رو قربانی نشان میدهی که همه تو رو دوست دارن. من میدونم که تو از اون زنهایی هستی که با عشق آدمون رو به سوی گناه میبری، ولی من اکا و مادرم رو از دست تو خلاص میکنم و بعداً میبینم که تو چه اندازه دیگر صبر میکنی. باز صبر بوده است. باز خدایا چقدر دشوار است صبر کردن. خدایا عدالت را نزدیکتر بیار. فکری مرا نکن، فکری زندگیت را کن پسرم، فکری فرزندانت را کن. همه این آسان نیست پسرم، ولی تو باید قوی باشی پسرم. من نمیخوام که به همان راهی که من رفتم تو روی. زندگیت را با قرض نساز، با صبر ساز پسرم. من از مرگ نمیترسم، من از آن میترسم که تو را در قرض عذاب بینم. نه پدر جان، خیلی نگی. شما ما را خوانونده، کلان کرده، به هویه رسونده. حالا چه خیلی من دیده و دانسته شما رو در این حال بمانم. همه سختی ها رو کشیده تا ما آرام زندگی کنیم، تا جان دارم در بدن. همه راهش رو میام خدا خواهد، همه در را میکوبم، نمیگذارم که شما اینجا بمانید. پدر جان، تو فرزند داری، عائله داری، از اما بهتر مسئولیت داری. همین حاضر پسرم، دنیای تو اند. نمیخواهم که تو را هر روز با قرض در فکر اندیشه قرض، در اندیشه قرض بینم. تنها فکری فرزندهایت را کن پسرم. خانه‌ات را آباد کن. من همین را میخوام پسرم، نه پولی کلان، نه طبابتی گران. نه پدر جان، این خیلی نگی. تا نفس دارم راه میابم، راه میجویم. خدا خواهد شما رو نجات بده. ای خدا، ای جدا از اون دیگه بیاونا یکی صبیرم سی آدم جدیه آدم پولشا پرانتی من را به بلا نمیمونه. ای خدا جان چی کار کنم؟ چک اگر همی دفعه پولی همی اکره بتیم دیگه تمام، دیگه راهی حلالت پیش میکنیم، دیگه بس میکنیم، دیگه قرضگیری و زندگی ندرسته. تمام من از روی آدم و آدمگری زندگی میکنیم. تمام راه شیافت. تمام راه شیافت.
پدرم همه عمر خاموش بودید. من دیر فهمیدم که این خاموشیتون درد بوده است. شما گفتید که از پشت من قرضدار نشم، ولی من نمیدانستم که قرض حقیقی این مهری پدر است که هیچگاه پرداخت نمیشم. حالا میفهمم که هر لقمه ای که به دهان ما رفت از دل شما کنده شده بود. هر لباسی که ما پوشیدیم با خواب شما دوخته شده بود، ولی ما هیچ وقت نپرسیدیم پدر جان خسته نیستی؟ ما فقط گرفتیم تا آدمی که خداوند شما رو درمان کرد. خدایا با پدرم عمر بده. خدایا الو سوربون جان سازی پینجی گوش کجورا ما مثلا پیش یه آدم رفتیم بسیار لقه همین گپی بسیار میزنه. من همون جای ما دیگه زنگ بزنم که من تیز پیش هم برام مالی گپ نیست شیرینار. خب مالش سلام آجا. و علیکم برسلام. پدرت چی خیلی؟ دخترها چی گفتن؟ آجا دخترها گفتن که دیگه در اینجا امکانی توبت کردن نیست. او را تنها در هندوستان میتواند که دلش را توبت کند، اما پدر نمیخواهد. پدر میگوید که پول صرف نکن. پدرت میداند که میمیرد، اما میخواهد که شما غم نخورید. این محبتی اوست. تو پسرش هستی، تو باید او رو بری. بچه پدرم راضی نشد. چی خیر برم وقتی که خودش رد کرد. تو مرد هستی، مرد. وقتی که پدر نفس نمی کشد تو باید از جایت خیزی. وقتی که پدر جان می دهد تو باید همه کارت رو پرتوی از پسی پدر شوی. پدرت رو باید نجات دهی. فهمیدی؟ برای من فرق نداره که تو پول از کجا میابی. قرض میگیری، خانه‌ت میفروشی. باید پدرت نجات دهی. حالا وقت هست عمر. نجات ده پدرت. نجات ده. اکا صبحی این اومده. سلام علیکم. و علیکم اکا. سلام علیکم. کو آوردی پولا؟ اکا این همون 3000 اکا. اکا جون نمی تلفن 1 هفته پیش 5000 گرفتم.
ایش هم اکده دکم من تلفن شناس نیستم دلیر توی تلفن کار نمیکنم ای تا زریادش تموم شدگی یعنی بار که زریادش تموم شدگی همون کم تر زریاد دادن در خونه کجان کما شاگرد برای در زریاد منکو اینا زریادش تموم شده کجان فرم کنست یگم قبولی نداره که بخشش هم برای همین کم تر دیر کردیم خیلی خوب که من میخواد کسی جان کنید کجان خود هم زنگ زده است که خیلی کدوم نگاه مال کجان خب مال دیگه چی؟ چه کار نمیکنم؟ вообще грёбаный. باز چی گپ شد؟ مادر نگام گپ نگفت؟ فاطمه من حقیقت رو از تو شنیدن میخوام. حقیقت همون است که دیگر کسی شنیدن نمیخواد در این خانه. دلیر از من پول پرسید، من گفتم پولی زیادی نداریم، ولی آنها نفهمیدن، گفتن دروغ میگویی. سببی ندارم گفتن، امرو گوش نکردن، خلاصه برآوردن. من خسته شدم از آنه که هر روز در این خانه حقیقت رو از روی صدای بلند معین میکنه. هر کی بلندتر فریاد زد حق میگردد، اما حقیقت همیشه آرام است، مثل تو. من خاموش شدم تا زندگیمون ویران نشود، اما خاموشی من سببی ویران شوی دلم شد. هر روز صبر میکردم تا مادر آرام باشد، صبر میکردم که تو فشار زندگی رو حس نکنی، ولی حالا میبینم صبر مرا گناهگار کرد. صبر تو شاید آرامی آورد، ولی دیواری نافهمی هم ساخت. تو همه چیز رو در دل نگاه میداری. خاموش موندن معنی فهمیدن نیست فاطمه. من میخواهم تو با من گپ زنی، نه با اشکت. من هر روز گپ میزنم عمر، اما با نگاه، با خاموشی. وقتی شبها دیر میایی من نگاه میکنم ولی چیزی نمیگویم. من میدانم، اما خاموشی تو دیگه در این خانه نه نجات بلکه خطر است. از امروز دیگر در دل چیزی نگیر. نگویم که جنگ می شود. من نمیخواهم که زنی داشته باشم که هر شب با اشک میخوابد.